مقامات روسیه جسد باز یک مهاجر 46 ساله تاجیک را که در محبس روسیه ادای حکم میکرد ولی در جنگ ضد اوکراین کشته شد به خویشاوندانش سپردند. منابع پایگاه خبری بامداد روز 17 ینور سال 2023 خبر دادند که جنازه کریموف محمدی حیدرویچ سال تولدش 1977 زاده دهه خرنگان بالای دویه ورزوب روز 2 ینور از روسیه آوردند و همان روز در زادگاهش به خاک سپردند. به نزدیکانش گفتند که محمدی کریموف روز 28 نوامبر سال 2022 در قلمرو اوکراین کشته شد. نزدیکانش میگویند محمد کریموف با جرم قاچاق مواد مخدر در روسیه زندانی شده در یک زندان در کشور پرم ادای حکم میکرد و آنها اصلا خبر نداشتند که او را کی و چگونه از زندان به جنگ ضد اوکراین بردند. محمدی کریموف به گفته آنهایی که او را میشناختند بار اول در روسیه در اولهای سالهای 2000 وقتی هنوز یک جوان سرسبز بود با جرم قاچاق مواد مخدر زندانی شد. قریب همه عمرش در زندانهای روسیه گذشت. آزاد میشد ولی باز به دست میافتاد و زندانی میشد. همین طور میبرآمد و میدرآمد. یگان 23 سال نشست در عموم و باید باز قریب 10 سال دیگر ادای حکم میکرد. نقل کرد یکی از دوستان او به بامداد، اما او هم گفت از اینکه آیا به چه شرط و شرایط محمدی کریموف برای رفتن به جنگ اوکراین راضی شده است خبر ندارد. بنا به خبرها به جلب محبوسان برای اشتراک در جنگ روسیه یوگنی پریگوژن، یک صاحبکار نزدیک به پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین و مؤسس شرکت خصوصی حربی واگنر مشغول است. پریگوژن که او را آشپز پوتین هم نام میبرند محبس به محبس گشته به محبوسان وعده میدهد که در پی یک مدت جنگیدن از طرف روسیه به ضد اوکراین میتوانند به عفو و آزادی از ادامه ادای حکمشان نائل شوند. چند پیش اعلام کرد که علاکه 30 نفر از محبوسانی که در جنگ اوکراین اشتراک کرده و کارنمایی نشان دادند عفو و آزاد شدند. در زندانهای روسیه بنا به آمار سال 2020 بیش از 7000 شهروند تاجیکستان ادای حکم می‌کردند. در مطبوعات درباره به صف نیروهای واگنر جلب شدن ده‌ها محبوس تاجیکستانی از زندانهای روسیه نیز خبرها نشر می‌شوند. تا امروز درباره کشته شدن دست کم 5 محبوس تاجیکستانی در جنگ اوکراین خبرها به دست رسیدند.